سلام، مت سناتور هستم. خوش اومدین به این ویدیو. امیدوارم حالتون خوب باشه. مثل همیشه سر حال و پر انرژی باشین. یه ویدیو متفاوت داریم، بازم معرفی مپ های زولاست که این بار با مپ تالار اومدیم. میخوایم مکاناشو بهتون بگیم که انشالله بتونم زده هم که شده کمکتون کنم تا بتونین درست آمار بدون و بتونین تو بازی بهتر عمل کنین. لایک و کامنت و سابسکرایب هم یادتون نره. حتما سابسکرایب کنین و ویدیوهای بعدی من ببینین. یه چند تا ویدیو هم قبلا گذاشتم، بریم ببینین، انشالله به دردتون بخوره. بریم که داشته باشیم این قسمت رو. اینجا که میبینی اینجا بیس سیتی میگم بهش، این قسمت بیس سیتیه. بعد از این طرف میریم، Connection lost. اینجا راهرو باز یا راهرو راست میگم بهش. و این قسمت ال باز سیتی میگم بهش، یا همون ال باز. کلا مپ تالار گرینه است و میگن بیشتر مثلا از این لفظ استفاده میکنیم که مثلا ال بازشون ال بازمون، مثلا اینطوری میگیم. اینجا که باز این قسمت میشه کانکتور باز، اینجا راهرو باز و اینجا بازم ال بازه. در اینجا درگیر میشه با دو پله. بعد میان میرسیم به بیس ترور، این قسمت بیس تروره. و این یکی راه رو ال بسته میگن، اینجا رو راه روی بسته میگن، اینجا میشه ال بسته، این ور میشه کانکتور بسته، این قسمت میشه کانکتور بسته. و میریم این قسمت، اینجا هم بازم ال بسته میشه که میرسه به این یکی بیس. و این قسمت سوراخ پایین سیتیه، این بالایی هم میشه سوراخ بالای سیتی، سوراخ بالا سوراخ پایین. و این گرینه مثل قبل، اینجا میشه سوراخ پایین ترور و اینجا سوراخ بالای ترور. و این قسمت رو میگیم تخته است و این قسمت ها اینجا رو میگن یه میکروفون، اینجا این قسمت ها رو میگن استیج، بیشتر استیج میگن این قسمت رو. و این پله هلالی شکل رو میبینی، اینجا این پله هلالی شکل، این قسمت هم میگن هلالی، هلالی ترور، هلالی سیتی اونور میشه. از این هلالی، از این قسمت تا سوراخ بالا رو میگن پرده، این قسمت رو میبینیم پرده، این قسمت میگن پرده، اونورم پرده سیتی میشه. و سوراخ بالای ترور این قسمته. تو تالار یه 6 تا ستون داریم کلا، 6 تا تو پارک، 8 تا تو پارکینگ، 6 تا تو تالار. حالا این قسمت این ستونا رو بعضیا شماره گذاری میکنن، ولی ما بیشتر از این لفظ استفاده میکنیم که مثلا این ستون رو میگیم ستون سوراخ پایین، ستون نزدیک سوراخ پایینه، اینو ستون سوراخ بالا میگیم، اینو ستون وسطی، ستون سوراخ بالا، ستون وسطی، ستون سوراخ پایین. گفتم که اینجا گرینه است و اینطوری تقریبا اینطوری آمار میدیم. مثلا این قسمت ما ریسپان بشه میگیم ستون وسطیشون، ستون سوراخ پایینشون، ستون سوراخ بالاشون. این هم که ستون سوراخ پایینمون و اینجور چیزا اینطوری آمار میدیم. این قسمت رو میگیم زیر سوراخ پایین، زیر سوراخ بالا، این قسمت زیر سوراخ بالای اونور. و اینجا میشه زیر سلطان سفیر. اینجا هم که بالا میبینین این قسمت یه تیکه از این سوراخ بالا تا اون سوراخ بالا راه هست، یه تیکه رو میگیم سلطان سفیر، اینجا هم نوشته سلطان سفیر. و میریم طرف پارکینگ، اینجا میبینید دو تا پله است، اینجا همون که پارکینگ دو تا پله میگن، دو پله، اسمش دو پله است. و میریم از این طرف شروع کنیم. اینجا رو میگم پله بیس سیتی، همون پله بیسشون، بیسمون اینطوری میگیم، پله پارکینگ، پله پارکینگشون. و اینجا رو میگن ال پارکینگشون، ال پارکینگ اینطوری. ماشین تحریم به این میگن ماشین سفید یا ماشین ته. و اینجا رو میگن این قسمت رو میبینیم ماشین است. بیشتر اینجا کمپ میکنن، بعد بوم کاشتن کانکتور باز اینا رو چک میکنن، اینجا چک میکنن. اینجا رو میگن بین دو ماشین، بین دو تا ماشین اینجا میشه. و اینجا ساید بیو، این قسمت رو میبینیم یه شکل یه اتاقه، اینجا رو میگن مکان یک.
مکان یک این قسمته و این هم ون مکانه. ونا رو بعضی اشتباه میندازن، این ون مکانه، ون اصلی اینه، ون میگن این قسمت میگن این ونه، این ون مکان. اینجا میشه مکان دو این قسمته و این شاسیه ته بیس میگن، شاسیه ته بیس اینه، شاسی بلند. این ماشین قرمز این قسمت میشه و اینم خودشون میبینید ماشین عروسه، ماشین عروس این قسمت میشه و اینجا اینجا صندوق وای فای میگن بهش، به خاطر این شبکه های که میگن وای فای میگن، صندوق میگن، اینجور چیزا. بعضی از کمپرها یعنی اینجا کمپ میکنن. این قسمت هم گفتیم پلای پارکینگ، اینجا هم گفتیم بهتون. تا حالا ببینیم جایی مونده یا نه. چک کنم همه جاشو گفتم بهتون. جام که ساید این قسمت، ساید این قسمت همه جا رو فکر کنم بهتون گفت. بذاریم جایی نمونده، انشالله که جایی نمونه. حالا اگه جایی همون که بهتون نگفتم تو کامنت ها بنویسیم بهتون جواب میدم. هر جایی که ندونستین اسمش چیه تو کامنت ها ازم بپرسیم بهتون دقیق راهنمایی میکنم که اسمش چیه. و همین دیگه تموم شد فکر کنم. جواب که بهتون گفتم. ممنون که این ویدیو رو تماشا کردید. لایک و کامنت و سابسکرایب یادتون نره. تا یه ویدیوی بعدی شما رو به خدای بزرگ میسپارم. فعلا خدا نگهدار.